افسانهای کی از همه زور. بود نبود گندیشککی شوخی بیقراره بود. یک روز پریده روی یخ نشست و خود را داشته نتوانسته پایش رو شکست. به درد پا به زور طاقت کرده به یخ گفت: یخ، او یخ، من دانستم که تو از همه زوری، ولی با چی سبب زوریت را به من نشان دادنی شده کاری کردی که پایم شکست؟ ای گنجشکک نادان، گفت یخ، اگر من از همه زور می بودم مگر می گذاشتم که آفتاب هرگاه که خواهد نوری سوزانش را بر روی من ریزد و مرا آب کند. گنجشکک از زبان یخ این گپ را شنیده پران پران پیش آفتاب رفته گفت: ای آفتاب، تو از همه زور بوده ای، هرگاه خواهی نوری سوزانت را بر روی یخ ریخته آن را آب می کرده ای. آفتاب گفت: اگر من زور می بودم من می گذاشتم که ابری سیاهی بیرحم هرگاه خواهد پیش روی مرا گیرد و مرا نگذارد که من عالم را منور کنم. گنجشکک به پیش ابر رفت و گفت: ابر، هوی ابر، تو از همه زور بوده ای، هرگاه خواهی پیش روی آفتاب را می گرفته ای و نمی گذاشته ای که آفتاب روی عالم را منور کند. ابر اوه کشیده گفت: ای اگر من از همه زور می بودم مگر می گذاشتم که ژاله هرگاه که خواهد سینه مرا شکاف کرده بر روی زمین بریزد و به شاخی برگ و گل و میوه درختان و رستنی ها برخورده آنها را شکند و کفاند و ریزاند. گنجشکک پریده رفته ژاله را دریافت و پرسید: ژاله، اوی ژاله، تو از همه زور بوده ای، هرگاه که خواهی سینه ابر را شکاف کرده به زمین میریخته ای و به شاخ و برگ و گل و میوه درختان و رستنی ها برخورده آنها را می شکسته ای و می کفانده ای. ژاله گفت: اگر من از همه زور می بودم مگر می گذاشتم که در روی زمین مانده آب شده نابود شوم. گنجشکک روی زمین نشست و گفت: زمین، های زمین، تو از همه زور بوده ای، ژاله در بالای تو مانده و آب شده نابود می شده است. زمین گفت: اگر من زور می بودم مگر می گذاشتم که هر خیل علف و سبزه و رستنی و نباتات مرا از درون سوراخ کرده برآمده به هر جایم که خواهند ریشه دوانند و شیره مرا مکیده گیرند. گنجشکک به علف و سبزه و رستنی ها گفت: شما از همه زور بوده اید که زمین را از درون سوراخ کرده برآمده به هر جایش که خواهید ریشه دوانده شیرش را مکیده می گرفته اید. علف و سبزه و رستنی و نباتات با یک آواز گفتند: اوه، اگر ما از همه زور می بودیم مگر می ماندیم که بوز و بزغاله و گاو و گوسفند بر این هر گونه جانوران علفخور شکمشان را سیر کردنی شده ما را کلکند کرده خورند. گنجشکک پیش بوز و بزغاله و گاو و گوسفند رفته آواز برآورد: های بوز و بزغاله و گوسفند، شما از همه زور بوده اید، علف و سبزه و رستنی ها را کلکند کرده خورده شکمتان را سیر میکنید. بوز و بزغاله و گاو و گوسفند گفتند: اوه، اگر ما از همه زور می بودیم مگر می ماندیم که گرگ بیرحم جنسی ما را داشته شکممان را کفانده گوشت و دل و جگرمان را بخورد. گنجشکک به دره پریده رفت و آنجا با گرگ روبرو شده گفت: های گرگ، تو از همه زور بوده ای، شکمی بوز و بزغاله و گاو و گوسفندا را کفانده گوشت و دل و جگرشان را میخورده ای. گرگ گفت: اگر من زور می بودم من می ماندم که آدمان مرا پرانده و جنسی مرا خیر کنند. گنجشکک پریده پیش آدم آمده گفت: ای آدم، تو از همه زور بوده ای که گرگ را پرانده جنسش را خیر می کرده ای. آدم در کنار صوفه روی حولیش نشسته به فکر رفته بود. سر برداشت و به گنجشکک نگاه کرده گفت: گنجشکک،
تو میخواهی بدانی که در این دنیا از همه زورتر کیست؟ در این عالم از همه زور نفس است. تأکید کرد آدم. همه نفس دارند و نفس یگان جاندار و یگان جانور را آرام نمیگذارد. آدمان برای نفس شده به یکدیگر ضرر میآورند. زور برای نفس شده به هر کی و هر چی از خودش کم قوتتر ظلم می کند. نفس به جنگ و کشاکشی ها باعث می شود. زور است نفس. نه خود هیچ چیز از نفس زورتر نباشد؟ پرسید گنجشکک. از همه زورتر آن است که نفسش را اداره کند، به سر نفس خود امیر باشد. جواب داد آدم. انا همین بود افسانه ای کی از همه زور.